ما در زمان دانشجویی یک معلم بسیار مهربان، شخص حاضر جواب و نهایت شوخ داشتیم با نام فیضی باران و او هم جوان بود، هم زیبا بود و هم که صحبت آرا بود و همه پسند بود. همگان او رو دوست می داشتیم. در اطرافش بعضن گرد اومده کوشش میکردیم که یگان گپی عجیبی رو برای خود برداشته باشیم. از اون جمله معلمان حتی پدر و مادر دانشجو هم کوشش میکردن که از صحبت های این مرد خوب بهره بردار باشن. او با زنش هر دو با کار تعلیم و تربیه مشغول بودن. زنش هم معلومات عالی داشت. او در مکتب رقم 4 شهر معلم کار میکرد و معلم در دانشکده آموزگاری. یک روز اویلشون گله میکنن که معلم در سر سفیدی افتیده است. بیامون همین کلیقات شنیدم که باز زنکبازی زمانی بچگی تا ادامه داده. سعیدی رو نزدیک حقا همسایه دگانه هم خبر میارن، ولی زنه با آوازه و دروازه مردم باور نکرد. خودت فقط آوازه شنویده، من میبینم نه تنها میشنوم، حتی 100 تا 200 تا دومن 1000 شاهد دارم که تو با دیرکتری مکتب 4 میگردی. من در یک اونجا گپ نمیزنم. تو اکیم کجا یک آوازه را شنیده امروز دعوا پیش میاری که من زنکبازی میکنم که اویله معلم صبح به غضب میآید، میخیزد، حتی دسترخوان چپه میکنه که تو با من تهمت میزنی. من شنیدم، من گفتم تو باشه تهمت میکنی. یا زنک باز تکرار میکنم که تو تهمت میکنی، چون که تو گپی مردم هم میگوی، تو ای شنیدت گپ میزنی. من انیق میدونم، با چشم دیدم و 100 200 نه 1000 شاهدم دارم. حاضر در کار باشد با بزرگ میداریم. مردم همین گفته ای مرا تصدیق میکنن که زن به درجه به غضب میاد، دیگه چیکار کردنش نمیدونه. هر وقت میشپه میپرکه دو وای قطعی همون سوکچه کوریش هم میگیره و دفتر کتابش هم میاندازه و با قهر غضب تو همون مکتب با خودش به جوش و خروش و جنگ خرخشه میرسه. یعنی راست کابینت کوری دیرکتور در اومده دعوا را اثبات کرده، بعد معلم دعوت کردنی میشود، نزدی در میرسد، همون دستک در هم میخپه و وقتی کشتن به خاطرش میرسد که دیرکتور مکتب معلمه. استاد فیضی باران بسیار لحظه های موفق یافته طرز شوخی میکرد که حقیقتا شاهد رهگم میزد. یک ساعت ریش میگیرد، دست و روش شسته و آشخانه میدارد که چای تیار نیست. تیار میکنه اوی زنه این چی گفت؟ من از کار دیر مونده شدم، چای هنوز آماده نیست. زنش هم که مثل استاد فیضی باران بعضا شوخی میکردن میگه که مرد من برابر تو به کار میرم، سحری همه چیز آماده میکنم، کودکات تیار کرده به باغچه میبرم و همه چیز تیار است. همون بالای گاز آبی تیار است برداشته در همون پیاله ریز میشود. چون شرط برای همین هم باید همه کار پرتا بود. کودک سنگیت موندگی من از پشت یک پیاله چای توشم که قهری معلم میآید دیگر چای هم نمیخورم، لباسش هم میپوشم، گالستوک هم میبندم، موی سرش شانه میکنم، میبرویم به کوچه، بعد شمال میزنش. یک فکر میکنم چیکار کنم که از دست راست راه بینوی دانشکده آموزگاری بود، از طرف چپ باغ فرهنگی و فراغتی شهر و چشمش به آشخانه پرهیزی میافتد. به خاطرش میرسد که یک پیاله قهوه گیرد و بعد میدارد. در اون وقت یک قهوه 10 تین بود، یک نون 9 تین بود. اگر چند چیزی میگیره حساب میکنن 37 تین میشود. بعد اندیشه میکنه که برای همین 37 تین قطع زنک جنجال کرده میگرده. این کار پگو هم تکرار میکند، روز دیگرش تمام یک هفته دوام میکند. اویله معلم در اندیشه میزنه که معلم چیکار میکنه باشد. و یک روز وقتی او باز براسته و پیراسته به کوچه میبراید، معلم هم ایسته از قفای معلم میبراید، نگاه میکند که به کجا میرود که
میبیند معلم با جای کارش نه با باغ میدرد در آنجا وارد آشخانه میشود و از قفای او میرود یک کس دیگه هم پس از معلم نوبت میستد معلم نگاه میکند که آن چیزی که معلم میگیرد عیناً همون فرمایش میدهد و در همون لعلی مخصوص برداشته و نزدی میز میرود که معلم اکنون اون لعلی رو مونده هر یک چیز جای خودش را علاقه موندن میخواد و میبیند که کسی رو پروش آمده لعلیش رو گذاشت سرش رو برداشته نگاه میکند که اویله خودش زنش بعد باز یک بار دیگه توجه میکند که آن چی معلم گرفته است اویلهش هم به یگون تفاوت از همون چیز تکرار گرفته است و میگه زنک دیدی در 37 میم در همین آشخانه میخوریم سیر میکنیم میریم ما اوتی باشیم جنجال میکنیم بیا هر سهر انجام میریم 37 نهار میکنیم 100 نوبتی همون کودکو